سوم شخصی که حدیث را بسیار روایت میکند این مادر مؤمنان عایشه بنت ابوبکر رضی الله تعالی عنهما هست. اینها را میتونیم بگیم که راویان شاهد، یعنی به واسطه به گوش خود از پیامبر شنیدند، به واسطه از دهان پیامبر حدیث ها رو شنیده بودند که این 4 نفر فقط مشهورترینش است و الا صدها راوی صحابه داریم. این شخص اولین مؤلف بزرگ ژانر سیره مغازی یعنی زندگی نامه پیامبر بود. ما فخر میکنیم که تاجیک ما اولین دستنویس حدیثی را داره است. دومش اعمش سلیمان ابن مهران است. اینم مرد فارسی است، از فارسی خودی ما که دل برام میکنه که فارس ها یکی از رکنهای اساسی علم حدیث اعتبار داشتند. بسم الله الرحمن الرحیم. حلقه دوم درباره جمع آوری حدیث در عهد پیامبر صلی الله علیه و سلم و در عهد صحابه و تابعین و تبع التابعین. نقش 3 نسل اول خیلی مهم است در جمع آوری حدیث. نقش اصحاب پیامبر، نقش تابعین و اتباع تابعین. یعنی صحابه اونه که پیامبر دید، تابعین اونه که صحابه را دید و تابعین اونه که تابعین را دیده است. همه اینها در جمع آوری و حفظ سنت نبوی به نهایت نقشی کلیدی بازیده هستند. در این بخش شخصیت های اساسی هر نسل را برای شما میگوییم و روش شناسی آنها را بررسی میکنیم. یکم صحابگان. وقتی صحابگان گفتم البته اولین صحابی که به یادم میآید این راوی بزرگوار ابو هریره رضی الله تعالی عنه است که نامش عبدالرحمن ابن صخر دوسی زهرانی است. بزرگترین راوی حدیث است. زیاده از 5374 حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم به طور مستند روایت میکند که زیاده از 500,000 زنجیره راویان آن را روایت کرده است. یعنی 500,000 سند به اصطلاح. گرچه خود حدیث 5400 هم باشد، وقتی که روایت شدن گرفت دیگه زنجیره همون به 500,000 رسید. ابو هریره تقریبا 3 سال با پیامبر صلی الله علیه و سلم هم صحبت بود. به سبب اون که در مسجد در اون کنجی که ما در حلقه گذشته گفتیم اهل صفه بودن، ابو هریره عضو همین اهل صفه بود. این همون صحابگان فقیر و مهاجرای داشتن که بودن که خانه نداشتن یا زن نداشتن. ابو هریره هم از جزو اونها بود و بنابر همین از پیامبر حدیث‌های زیاده شنیده بود. و این در حدیث بخاری هم آمده است که ابو هریره میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر من دعا کردند و بعد از اون که دعا کردند دیگر من هیچ چیز را فراموش نکرده ام. کتاب علم باب حفظ علم. دومین نفر این عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرزند خلیفه دوم عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه است که زیاده از 2630 حدیث روایت کرده است و با پیروی دقیق از سنت نبوی مشهور است. یعنی تا میگن که وقتی راه میرفت حرکت میکرد همون جایی که پیامبر زیر کردن همونجا رو زیر کند. وقتی سفر میرفت هر کجایی که پیامبر در زیر درخت سایه نشسته باشند ابن عمر میرفت همونجا مینشست و با همین هم سنت پیامبر تطبیق میکرد و هم برای نسل آینده میگفت که پیامبر اینجا نشسته بودن و با همین روش دقیق سنت پیامبر رو برای نسل آینده بازگو میکرد. سوم شخصی که حدیث را بسیار روایت میکند این مادر مؤمنان عایشه بنت ابوبکر رضی الله تعالی عنهما هست. این همسری پیامبر صلی الله علیه و سلم و مادر مؤمنان و میتونیم بگیم که یکی از بزرگترین راوی ها بعد از ابو هریره و عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما است که 2210 حدیث روایت کرده است. عایشه پس از پیامبر صلی الله علیه و سلم 46 سال زندگی کرد و با دانش بی‌نظیر خودش درباره حیات خصوصی پیامبر، خصوصا اون چیزی که در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، همون نماز شب چه خیلی میخوندن، پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی در خانه مثلا لباس میپوشیدن، لباس خودشون رو میدوختن، این میکردن، طرز خوراک خودشون چیز رو دوست می‌داشتن، چرا از چیز بعدشون بیامد. همه اونها رو به طور مفصل بسیارتر از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت شده است. سومش عبدالله ابن عباس از اول بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم، پسر عمه پیامبر صلی الله علیه و سلم که لقبش حبر الامه است، یعنی دانشمند امت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای دعا کرده گفتن که اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل، خدایا او را در دین فقیه بگردان و تأویل قرآن را به او بیاموز، یعنی که تفسیر قرآن را به او بیاموز. این نمونه از نسل اول بود که اینها را میتونیم بگیم که راویان شاهد، یعنی به واسطه به گوش خود از پیامبر شنیدند، به واسطه از دهان پیامبر حدیث ها رو شنیده بودند که این 4 نفر فقط مشهورترینش است و الا صدها راوی صحابه داریم که مثلا از جمله مثلا میتونیم که حضرت علی رو بگیم که حضرت علی هم 1400 حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردند. دوم نسل این نسل تابعین است. اینها آنانی هستند که با اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودند. مشهورترین تابعینی که با روایت حدیث معروف شده است یا مشهور شده است
سعید ابن مسیب است که یکی از 7 فقیه مدینه بود. او دختر ابو هریره را به نکاح خود درآورده بود تا از احادیث پدرش بیشتر بیاموزد. روش شناسی حدیث و فقه را یک جای در بر میگیرد. دومش عروه ابن زبیر رضی الله عنه است که پسر زبیر ابن عوام صحابی پیامبر و پسر عمه پیامبر صلی الله علیه و سلم و برادرزاده عایشه است، یعنی که جین عایشه رضی الله تعالی عنها است. مادرش اسما خواهر عایشه بود. این شخص اولین مؤلف بزرگ ژانر سیره مغازی یعنی زندگی نامه پیامبر بود. اولین شخصی که در مغازی کتاب نوشت. عروه یک شخصی تاریخ شناس در ادبیات اسلامی و همچنین یک شخصی بنیادگذاری همین علم سیره حساب می‌شود که اثری او به نام المغازی معروف است، تعریف شده است که اولین بیوگرافی منظم پیامبر صلی الله علیه و سلم را در بر میگیرد. دوم حمام ابن منبه. ما درباره حمام ابن منبه حلقه الهیده کردیم برای آن که این فرزند ملت تاجیک است، خداوند رحمت کند. ما گفتیم که حمام ابن منبه پدرش از جمله اون 800 نفره که انوشیروان برای یمن را تصرف کردن فرستاد و از اونجا راندن احباش که حبشی ها فرستاده بود، حمام ابن منبه پدرش از جمله همونا بود. بنابراین این مرد خیلی راوی بزرگ است و راوی تاجیک است. ما فخر میکنیم که تاجیک ما اولین دستنویس حدیثی را دارا است. این مرد سال 19 هجری تولد شده بود و سال 132 هجری در بدایت دولت عباسی وفات کرد. وی 5 برادر داشت، وهب و غیلان و عقیل و معقیل، یعنی خودش که 5 تا میشود، یعنی که اصلشون چه گفتم از اون فارسا بود. علاوه بر این شاگرد ابو هریره بود، از ابو هریره حدیث رو گرفته بود و این چنین غیر از ابو هریره از عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر، معاویه ابن ابی سفیان و غیره روایت کرده است. یکی دیگر تابعین مشهور این امام زهری رحمت الله تعالی علیه است که نام پهری محمد ابن مسلم ابن عبیدالله ابن عبدالله ابن شهاب زهری است. پیشتاز جمع آوری منظم حدیث در زمان عمر ابن عبدالعزیز است. ما در حلقه گذشته این را اشاره کرده بودیم. او در نزد 4 بحر دانش علم گرفته است: سعید ابن مسیب، عروه ابن زبیر، عبیدالله ابن عبدالله و ابو سلمه ابن عبدالرحمن. زهری اولین شخصی بود که روایت های مختلفی مغازی را، یعنی که غزوهای پیامبر را در یک حکایه یگلوغ با زنجیره جمعی متحد ساخت. او در لوحه ها و کاغذ پوستی یادداشت‌های زیاد می نوشت و برای تقویت حافظه خودش آب عسل می نوشید. میگن تحت نظارت او تقریبا 3500 روایت در 6 مجموعه متعارف جای داده شدند. اما میگذاریم به اتباع التابعین، یعنی اونایی که شاگردی تابعین را میکردند. مشهورترین آنها قتاده ابن دعامه است که در بصره تولد شده، حکایتگری مشهور بود، حافظه خارق العاده داشت. اثر او در تفسیر طبری بیش از 3000 بار و در تفسیر ابن حاتم بیش از 1200 بار اقتباس شده است که دلالت بر بزرگی حافظه این مرد میکند و خدمت او در رساندن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. دومش اعمش سلیمان ابن مهران است. اینم مرد فارسی است، از فارسی خودی ما، که دلالت بر آن میکنه که فارس‌ها یکی از رکن‌های اساسی علم حدیث اعتبار داشتند. در کوفه زندگی میکرد و حافظه عجیب داشت و تقوای زیاد داشت و با اون مشهور بود و راوی اساسی مکتب کوفی حدیث محسوب می شود. خداوند رحمت کنه. معمر ابن راشد، این مرد از بصره بود و غالبا این هم فارسی بود، برای اینکه در کتاب بگن که این مولای ازدی بود، بنی ازد بود و بصره که در سرحد عراق و ایران قرار دارد، احتمال زیاد این جوان نیز معمر ابن راشد از مردمی فارس است و شاگردی حمام ابن منبه، همون تاجیکی که گفتم از هرات رفته بود در زمان انوشیروان. صحیفه او را از وی شنید، یعنی صحیفه حمام ابن منبه که یکمین مثال صحیفه حدیثی هست نوشته شده است و آن را به نسل بعدی انتقال داد و خودش هم یکی از قدیمترین مجموعه های حدیثی به حساب می رود. دوستان عزیز، این همون 3 نسل اساسی است که حدیث را برای نسل های آینده رسانیدن نقش کلیدی داشتند.